سلام دوستان، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. میریم ادامه آموزش اندروید. تو این قسمت هم دوباره میریم ادامه استاتوس بار. گزینه اولش همین اسکرین رکوردر هست که اسکرین رکوردر وقتی اون رو فعال کنیم از صفحه گوشی میتونیم فیلم برداری کنیم. خب اینجا دارک مود رو داریم در این قسمت. وقتی اون رو غیر فعال کنیم، وقتی روی دارک مود نباشه سفید است. دلیل دیدیم که مثلا منو سفید شد، بک‌گراندش. نگاه کنیم وقتی که روی دارک مود میذاریم بک‌گراند باز مشکی میشه. در قسمت بعدی همین دی از حالت مزاحم نشو که توی ویدیو قبلی داشتیمش، خیلی هم در موردش صحبت کردیم. قسمت بعدی هم در این گوشی باتری سیور هست که بازم وقتی ما اینو فعال کنیم یه سری از محدودیت ها رو روی گوشیمون میذاره و باعث میشه که باتریمون کمتر مصرف بشه. بعد گزینه بعدش هم اولترا باتری سیور هست که اون باز مثلا تو این گوشی اینجوریه که خیلی بیشتر باعث میشه که باتری کمتر مصرف بشه. برای بیرون اومدن ازش هم میتونیم از اون بالا از اکسیت استفاده کنیم. بعدش کست هست. وقتی روش کلیک میکنیم میتونیم مثلا شیر کنیم تصویرمون رو با تلویزیونمون، ولی خب تلویزیونمون هم باید این قابلیت رو داشته باشه. فلوتینگ ویندوز هم الان مینویسم که چیه جریانش. بعدی هم گزینه ویبره هست که میتونیم ویبره رو خاموش و روشن کنیم. گزینه بعدی هم هات اسپات هست. معنی سادهش یعنی که شما اینترنت گوشیتون شیر میکنید. بعدی هم گزینه کویک شیر هست که مثلا فایل ها و عکس ها و این چیزا رو میتونید به این وسیله با گوشی دیگه‌ای به اشتراک بذارید. گزینه بعدی هم لوکیشن هست. لوکیشن وقتی این فعال باشه یعنی جی پی اس گوشیتون روشنه. بعدی هم اسکنر هست که مثلا کیو آر کدی خواستین اسکن کنین، به این وسیله میتونید اسکن کنید. توی رستوران جایی رفتین میتونید ازش استفاده کنید و منوی اون رستوران مثلا بیارید. بعدی گزینه ریدینگ مود هست. اینا میتونید وقتی که میخواین مطالعه کنید با گوشی، چیزی رو بخونید و طولانی هست، از اون استفاده کنید که از چشما محافظت کنه. تو این گوشی گزینه بعدی می ریموت هست که این گزینه اینجوریه که می ریموت رو میتونید اینجوری استفاده کنید، مثلا از گوشی به عنوان یه ریموت استفاده کنید برای تلویزیون، دیویدی پلیر. بعدی در این گوشی پرفورمنس این گیم هست. این گزینه باعث میشه که یکم سی پی یو و این چیزاتون در قدرت بالاتری قرار بگیرن. خب گزینه بعدی هم بد تایم هست که من با اون گزینه قبلی تو ویدیو قبلی اشتباه گرفته بودم با دی مثل همونه در اصل. گزینه آخرم در اینجا فوکوس مود هست. فوکوس مود هم اینجوریه که شما وقتی اون رو فعال کنید و توی برنامه برید از جاهای دیگه براتون پیام نیاد. این گزینه بالا هم که تو ویدیو قبلی گفتیم که آخر بهتون میگیم، اینجوریه که میتونید ترتیب اینا رو وقتی روش وارد شدین و کلیک کردین میتونید ترتیب اینا رو عوض کنید، یا کم یا زیادشون کنید. لایک، سابسکرایب، نمیدونم شیر، این چیزا یادتون نره. ممنون.